ازدواج عجیب و باور نکردنی سیریقه مددگار با مرد ترکی. سیریقه مددگار برای همیشه از هنر موسیقیش دوری گزید. دلیل دوری سیریقه مددگار چی بوده است؟ ممانعت شوهرش و گفته های تازه سیریقه مددگار که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. سیریقه مددگار هنرمند جوان، یکی از چهره‌های شناخته شده و محبوب در هنر موسیقی افغانستان بوده است. این دختر خانم با استعداد در افغانستان هنر موسیقیش را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و در مدت خیلی کوتاه توانست شهرت و محبوبیت خوب کسب کند. سیریقه مددگار عاشقانه برنامه‌های هنر موسیقیش را به پیش می‌برد. این دختر خانم ورزشکار موفقی هم بوده است. بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، سیریقه مددگار رخت مهاجرت به کشور آلمان بست. تازه تصاویر سیریقه مددگار در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور آلمان با یک پسر ترک ازدواج کرده است و به همین دلیل سیریقه مددگار کاملا از راه هنر موسیقیش به دور بوده است و دیگر نخواسته است به کارهای هنر موسیقیش بپردازد. سیریقه مددگار سفرهای متعددی به کشورهای ترکیه و ایران داشته است و وی می‌خواهد در این دو کشور زندگی کند. اولین دختر خانم بود که بعد از آن که مشهور شد نخواست ایجابش را دور کند. ما آرزوی موفقیت، خوشبختی و سعادت برای این دختر خانم از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم. در انتظار نشر تازه ترین برنامه‌های رسانه‌ای از سیریقه مددگار خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران سیریقه مددگار به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، تک تک از شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.